دو جریان در تاریخ از ابتدا وجود داشته. یک جریان حق و انبیا و جریان باطل. وقتی نگاه میکنیم میبینیم مورخین همیشه اون طرف اول میگن، جریان باطل رو تعریف میکنن. یعنی شما وقتی نگاه میکنیم این سلسله ها رو شما میبینید، کسی این طرفی ماجرا رو نقل نمیکنه. اما دای ندبه که میخونید میبینید که خدا وقتی میخواد نقل کنه، اهل بیت وقتی میخواد نقل کنن، انبیا رو میگن. این جریان ادامه پیدا کرده و هر پیامبری که بوده یک دشمن جدی داشته، در روایت هم هست میگه دجالی داشته و درگیر بوده باهاش. پیش آمده سرمایه تمام این انبیا جمع شد در روز قدیر. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون رو، دین شما رو کامل کردم. یعنی تا قبلش کامل نبود. یعنی آخرین آپدیت، آخرین ورژن رو من آخرین آپدیتش هم فرستادم. تمام شد دیگه. و اسلام رو دین شما قرار دادم و نعمت هم رو بر شما تمام کردم. همون اسلامی که گفته بودم ما کان ابراهیم یهودیاً ولا نصرانیا بل کان حنیفاً مسلما. امروز شما بنده خدای دیگه عمل کنید، امروز تسلیم امر خدایید، امروز در امن و امانید. و حلال پیامبر حلال تا روز قیامت، حرامش هم حرام تا روز قیامت. و بعد از اهل بیتون اتفاقات افتاد و کاری نداریم. این مسیر ادامه پیدا کرد تا رسید به امام 12 ما. خدا آخرین ذخیره خودش رو حفظ کرد برای اینکه بندگانش نکشن، چون 11 امام قبل رو به شهادت رسوندن. عده‌ای رو و قتل من قتل کشتن و صبی من صبی توهین کردن و اقصی من اقصی به اسارت بردن، تبعید کردند. و جر القضا، این قضا ادامه پیدا کرد، این داستان ادامه پیدا کرد، جریان پیدا کرد، تا اینکه به غیبت رسید و بشر رفت تو یک دوران عجیب سکوت و دستش از معصوم کوتاه شد و عصری که ظلمت بر دنیا سایه افکند. اگر حضرت شعیب در مقابل کم فروشی قیام کرد، اگر حضرت لوط در مقابل همجنس بازی قیام کرد، اگر حضرت موسی در مقابل به بردگی کشاندن مردم و کشتن کودکان قیام کرد، استکبار امروز ما همه اینها رو با هم داره. اگر یک پیامبری برای فحشا قیام کرد، یک پیامبری برای مقابله با ربا قیام کرد، امروز همه اینها با همه. برای همین در عجیب ترین عصر تاریخ قرار گرفتیم. تمام شده بود کار. وقتی شیطان سلطه پیدا بکنه و سیستم خودش رو سر کار بیاره، بیایی میبینید دیگه انبیاء الهی هم محجور میشن، مظلوم میشن، به شهادت میرسن. حضرت نوح 950 سال قرآن صراحت داره قبل طوفان پیامبری کرده، همسر خودش و فرزند خودش جزو دشمنانن. شما تسلط دشمن رو ببینید. تسلط فرهنگی داشته، تسلط رسانه‌ای داشته، تسلط تربیتی داشته که زن پیغمبر تو خونه پیغمبر جذب اونا میشه. و تو میگی چرا بچم مثلا یه جور دیگه فکر میکنه؟ و امرأت نوح، زن نوح، در مورد پسرش قرآن فرمود انه لیس من اهلک، اون تو نیست، اون اهل تو نیست. حیوان رو سوار کشتید میکنی اما این باید جلو دست و پا بزنه تو آب غرق بشه. خواهم بگم این سلطه شیطان اگر شکل بگیره، پیامبر خدا خونه خودش حفظ نیست، چه برسه به غیر پیامبر.
چه برسه اون زنی که همسرش صبح تا شب مخالفت داره میکنه، چه برسه اون بچه‌ای که از نطفه پیغمبر نیست و از لقمه پیغمبر نخورده. شرایط سخته، آخرالزمان پیچیده است. اینا رو بفهمیم. سلطه کامل شده بود، مسلمان ها تمام بودن. در همین لبنان شیعیان لبنان یا مزدوری میکردن برای مسیحی ها تو جنگا یا برای اهل سنت اونجا. فلسطینی هایی که بردوگاه های آوارگان لبنان اومده بودن با مسیحی های لبنان جنگ داشتن. شیعیان پول میگرفتن، یا با اینا بودن یا با اونها. از دل محو ترین کوچه پدیدار شد و به خال لبت ای دوست گرفتار شد و کسی فکرشو نمیکرد از اینجا یهویی اتفاق عجیبی بیفته. از کجا؟ از ایران که دوست‌ترین کشور به امریکاست. به خواب شبشون هم کسی نمیدید، فکرش رو نمیکردن. رئیس جمهور آمریکا اومده وقتی میخواد معرفی کنه میگه ایران جزیره ثبات است. به یک بار اون وعده الهی محقق شد که مردی قیام میکنه از قم، مردم دورش جمع میشن، تابو به روح الله، یا برخی گفتن روح الله گرفتن، حالا کاری ندارم. میگه یارانی دورش جمع میشن که زبر الحدید، قلباشو مثل پاره های آهنه، از هیچی نمیترسن، سلول ارادن. وای میستن و یه دومینوی رو آغاز میکنن، اولین ضربه رو میزنن و اون اراده امروز ضربه سال 45 اینی که یمنیه داره ناو آمریکایی میزنه. اون ضربه اولیه بوده. برای همینه همه اینا خودشونو مدیون ما ایرانی‌ها میدونن. ما خون دادیم، ما راحت به دست نیاوردیم این مسیر رو، جنگیدیم. بزرگترین عملیات رسانه‌ای تاریخ، بزرگترین طراحی های فرهنگی و اجتماعی در طول تاریخ از رو سر ما ایرانی اجرا شد. 10 شبکه، 10 فرقه می اومد، اما یه حسینی است یا ابا عبدالله است که هر دفعه باز اسمش می اومد میشستم اینا رو میبرد. و اینکه بفهمید مردم ایران چی کار کردن و چقدر سخت جلوی اینا ایستادن، فقط به حال روز این کشورهایی که جلو آمریکا وای میسن نگاه کنید. شوروی 45 سال بیشتر نتونست جلو آمریکا دووم بیاره. 5000 تا کلاهک اتمی داشت. 3 تا استراتژی براش عوض کرد. 3 تا راهبرد برای نابودی شوروی. تمام. اصلا پاشید. ایران از 2001 تا 2011 10-12 تا استراتژی علیهش عوض شد. یعنی کمتر از سال یک نیست. مگه میشه اینجور موند؟ امروز دیگه صحبت اینا نیستش که آقا شما نیستید فلان. میگن نزنید. کل حرف آمریکا چیه؟ نزنید ما رو. ما کارتون نداریم. این میشه به اینا بگی ما رو نزنن؟ خود بروشو بهشون بگو. این حرف منو گوش نمیدن. الان این شده. و مقاومت یعنی همین، هر کی هم پرورش میداد مقاومه. الان یمنیان میخوان چیکارش کنن؟ میخوان بمبارانش کنی. 8 سال داشتی بمبارانش میکردی که. همون موقع هم هواپیمای آمریکایی بودن، همون موقع هم خلبانای آمریکایی بودن. اما بیچارهشون کرده. 2000 کیلومتر اونورتر کشتی داره رد میشه میزنش. فقیرترین کشور عربیه. اراده الهی رو میبینید؟ خدا اینجوری کار میکنه. خدا میخواد قاتل فرعون رو پرورش بده، عمدن یه کاری میکنه، کارهای اتفاقای عجیب غریب بیفته. مادر موسی آخه چرا باید بچه‌ش بندازه تو دریا؟ باید چه کاریه؟
که می فکر کنید سختنی شرایط کی بچه‌ش میریزه تو رودخونه؟ خدا به دلش انداخت این آب بره صاف کجا؟ قصر هم کسی که بچه‌ها رو سر میبرید. رفت سمت موسی، آیه قرآن میگه که محبتش افتاد تو دلش. دید نه نازه این. عجب. بزرگش کرد، خرجشو داد، همون باباشو در آورد. این کریخونی خداست. خدا گفت عربستان چاخ کردید ها، وایستید با فقیرترین کشور عربی میکشمتون پایین، بس تا بفهمی کتنه کیه. تنها گیر آورده بودید ایرانی‌ها رو؟ نه، تمام دنیا دورمون کرده بودن تو جنگ. چندین کشور دنیا اسیر داشتیم ما، اسیر چشمابی، اسیر یوگسلاوی، اسیر سودانی، اسیر عربستانی، اسیر کویتی. همین یاسر تلفات اونم نیرو میداد به صدام. اسیر فلسطینی. عجیب بود. وایستادیم. شوروی و آمریکا با هم مشکل داشتن، همدیگر تهدید اتمی میکردن، سر زدن ایران با هم اشتراک داشتن، سر کمک به عراق با هم اشتراک داشتن. فکر کنم تنها موضوعی که اینا با هم اشتراک داشتن همین بود. خدا گفت وایستید همتون یه طرف تو بفهمید حسبی الله یعنی چی. یه نفر اومد تو این کشور، برگشت، آیت الله زکزاکی، رفت 20-25 میلیون شیعه درست کرد تو نیجریه. یه نفر. یکی دیگه اومد اینجا درس خون، حسین الحوسی، داداش بزرگی همین عبدالملک الحوسی. امروز انصار الله ببینید. اصلا امروز صحبتی نیستش به ایران حمله بکنن یا نکنن. میگن ما میتونیم با آدمای ایران، نمیتونن به جنگن. 8-9 تریلیون دلار، من نمیگم رئیس جمهورشون داره میگه، خرج کردن تو منطقه، نمیتونن دست به یقه بشن با ایران. اراده الهی یعنی این. نذارید با 4 تا حرف و 4 تا کانال و 4 تا پیج دلتون رو بلرزونن. ته سپاه دشمن رو ببینید، این کف روی آبه، صدای خرد شدن استخواناشون داره میاد و این طلیعه یه عصر جدیده، یک دوران جدید بر دنیا میخواد حاکم بشه. حضرت یعقوب برادران یوسف و فرستاد و تحسسوا، میخوام برید از یوسف هم برای من خبر بیارید. قبل اینکه یوسف بیاد اول نشانه یوسف آمد، بوی پیراهن یوسف حس شد. یعنی مردم یه حس ظهور یوسف داشتن، حس میکردن آره انگار وقتشه. فتحسسوا من یوسف و اخیه. خدا کنه انشاءالله ما اون مردمانی باشیم که به چشم سرمون اون واقعه شریف رو میبینیم. عجیبه ها، میگن ظهور بغتتنه، یعنی یهویی اتفاق میفته. یه روز از خواب بیدار میشه ببینی سر و صدا، در و دیوار و داد و بیداد، یکی داره جیغ میکشه، یه قهقهه میزنه، تلویزیونا زیاده، در گوشی تو وام کنی 100 تا میسکال، 2000 تا نوتیفیکیشن. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ گوشی روشن میکنی ببینی تمام این گوشی ها رو یه کلیپی گرفته، پخش زنده بیت الله الحرام، یهویی نشون داده یه آقایی اینجا تکیه زده، انا بقیت الله انا سنزام. یه بختتنه، میگه یهویی اتفاق میفته. نذارید اینا کف روی آبه. نذارید اثر رسانه‌ای بذاره. پارسال یادتونه کاری دشمن با من و شما کرد که برخی از مردم میترسیدن برای تیم ملیشون شادی کنن، میترسیدن سرود ملیشون رو بخونن. خب حالا همین مردم بودن که امسال مردم عوض شدن؟ نه، اون فشار رسانه‌ای برداشته شد.
مقاوم کن خودتو در مقابل این. قرآن این کتاب شریف وقتی ذکر میکنه ویژگی های اون قوم آخر الزمانی رو، سوره مائده میفرماد ولا یخافون لومة لائم، اونا از سرزنش هیچ سرزنش کننده هراس ندارن. این یعنی قطعا قرار سرزنش بشن اون قوم که وقتی پرسیدن یا رسول الله کیست، شیعه و سنی نقل کردن، پیامبر فرمود، سلمان اشاره کرد فرمود هازا و ذبوح، اینو قومشن. آماده کردی خودتو، خانواده‌تو؟ آماده کردی فرزندانتو برای آخرین نبرد؟ اونها با تمام هیمنه‌شون اومدن. ما هم همینطور باید بریم. شوخی نگیرید، میگه تو آخر زمان مردم صبح میرن شب اینی کافر میشن. صبح طرف میره بیرون شب کافر برمیگرد. چی میشه؟ تحلیلش عوض میشه، چون جریان اطلاعات اونا به دست گرفتن. صبح تا شب اخبار سیاهی، پوچی، بدی، سختی، آدمی زاده. من پدرم ارتشی، آدمی هم هست شما به ندرت جز روزه امام حسین گریه‌شو ندیدیم. یه نظامی به معنی واقعی کلمه. پارسال سر ماجرای بعد از کرونا یه نکته به من گفت خیلی عجیب بود. گفت با من 8 سال جنگیدم، ما با اون بعد جنگ هم مونده بود تو منطقه. گفت من این همه جنگیدم، بعد جنگ هم عملیات این طرف اون، شغلش هم عملیاتی بود، رکن سه‌ایه. بعد گفت هیچ وقت نترسیدم. اما پارسال کرونا که گرفته بودم، از توی اتاق قرنطینه اومدم بیرون، تلویزیون رو نگاه کردم، دیدم اینجوری اون القای رسانه‌ای که داشت میکرد، یه نگاه کردم دیدم اینجوری با آهک دارن تلویزیون نشون میده، مثل گور دسته جمعی کندن آدما رو همینجوری دارن میریزن، آهک میریزن. یکی از این کشورها بود داشت نشون. گفت اونجا دلم لرزید، اونجا ترس بر من غلبه کرد. رسانه یعنی این آدمی که دوستاش کنارش تیکه پاره شدن، خودش جانبازه، از زخم نمیترسه. خدا شاهده من قشنگ یادمه بچه بودیم ایشون تیر خورده بود اومده بود خونه، به ما نمیگفت. شب از شانس ما یه سوسکی اومد، خانم هم بله، مادرم گفت سوسکی آخه دیده شدنش خیلی مسئله نیست، کشته میشه، گم شدنش مسئله اصلیه، اگه پیدا نشه بیچاره ای دیگه، باید برید اون خونه، کسی دیگه نمیمونه. بعد حالا دمپایی رو برداشته بود میخواست بزنه، نمیتونست بزنه با اون که دستش گرفت. ما مادرم داد و بیداد، چی بابا این، گفت مگه فلجی؟ ناخودآگاه با همون دست اصلی که آقا زد یادیم این همینجور خون شر. من بگم یه همچین آدمی که تیر خورده صداش در نمیاد، و بابا من القای رسانه‌ای رو که دیدم ترسیدم. رسانه یعنی این. امروز ببینید جنگ رسانه‌ای که تو ماجرا فلسطین راه انداختن، ببینید یه کاری کرده بودن این ایرانیایی که خارج از کشور بودن، پارسال پیرارسال اتفاقاتی که افتاد، ایرانیایی که خارج از کشور بودن زنگ می‌زدن نگران، گفتن چه خبر توی من؟ تو بالا خبری نیستش. بیا چون اونا چون ایران از دریچه چی می‌دیدن؟ تلویزیون اون طرف. دید چقدر تجمع برگزار کردن، نگران شدن، ترسیده بودن. فیلم کردن الان مردم سنگربندی کردن، خیابونا رو دارن از این رفقا بودن شیعیان کشورهای دیگه تماس میگرفتن، واتساپی من گفتن آقا چی شد؟ با به خدا خبری نی. گفتم مسلمه فیلم بفرستم تو خیابون میگم توشم ببینم، هیچ خبری نیست. الغای رسانه یعنی این، یعنی سیستم محاسباتی تو رو میریزه به هم، دستگاه محاسباتی تو داغون میکنه. چرا؟ چون میگه این اطلاعاتش از کجا میگیره.
میگه کتاب میخونه، میگه کتابا رو من معرفی میکنم. میگه خبر میخونه، میگه اون کانال خبری رو من میارم سر کار. میگه روزنامه میخونه، میگه تو روزنامه هاشون باید من مطلب برسونم. تلویزیون نگاه میکنه، بازی کامپیوتری انجام میده، این چشم ها، این گوش ها، میگه اینا رو من به دست میگیرم. اصطلاحا شما کانالیزه میشی، شما رو میبرن تو مارپیچ سکوت، تو سواد رسانه‌ای میگه. اینه، نباید بترسید. یک نفر قیام بکنه در مقابل این اتفاق، مارپیچ سکوت رو میشکنه. مثل اون بچه که لختی پادشاه داد زد. همه پذیرفته بودن اگر بگن ما هم داریم پادشاه برهنه میبینیم پس نادانیم. یه بچه این کار کرد. میدونین چرا؟ چون تو تحلیل اونها رو نداشت، چون متفاوت فکر میکرد. برای همین خدا خط شکن‌ها رو دوست داره، خدا اولین ها رو دوست داره. و سابقون از سابقون خوبن، فلیتنافس المتنافسون خوبن. خدا اولین ها رو دوست داره در خیر. میگه اولین کسی که ایمان آورد به پیامبر، اولین کسی که برای او شمشیر کشید، اولین کسی که به او لبیک گفت. وقتی نگاه میکنی تو خیلی از اینا نام مبارک امیرالمومنین میدرخشه. می‌بینی چرا حضرت عباس متفاوت شده؟ چون او هم از اولین ها بود. میگه اون شبی که خاموش کرد چراغ و حضرت فرمود هر کی میخواد بره، میگه نخستین کسی که لب به سخن گشود عباس ابن علی بود. نترسید. هیچ کسی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. کسی که ایمان داره به خدا، من کان لله کان الله له. هر کی با خدا باشه خدا با اونه. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ان الذين آمنوا ثم استقاموا. کسایی که ایمان آوردن و استقامت کردن. محکم ببین استقامت یعنی چی؟ یعنی فشار خواهند آورد که تو از مسیر مستقیم منحرف بشی، اما تو میستی. پس حتما باید فشاری باشد. اگه شرایط عادی باشد که چه استقامتی؟ من یتق الله یجعل له مخرجا. میگه هر کسی که تقوا پیشه کنه خدا برای او راه خروج فراهم میکنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی قبلش در فشاره. زمانی که در فشاره تقوا پیشه میکنه، نه که در حالت عادی هر کسی هنری نیستش همه تقوا پیشه میکنه. گفت در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. یه حسی نداره بنده خدا. میگه اگر وقتی شرایط سخت شد تقوا پیشه کردی، یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. از یه جای کمک بهت میرسونم که به عقل جن نمیرسه. لا یحتسب یعنی قابلیت و قدرت حساب کتاب نداری، تو تدبیر تو نیست، تو سیستم محاسباتی تو نیست. میدونی چرا این کمک های خدا شامل حالمون نمیشه؟ چون یتق الله شو نداریم. تا یه خورده فشار بهمون زیاد میشه، به هر دروغ و غیبت و تهمت و به هر رطب و یابسی، به هر نجاستی دست میندازیم. امروز شرایط دنیا اینه ها. دست و پا زدن ها رو ولش کنید. اونا شلوغکاری هاشون اینه، جز رسانه همین استاد همین کارن. پدر روسیه رو با رسانه در آوردن تو زمین ماجرای اوکراین. من جنایت رو هیچ جا تایید نمی‌کنم. روسا آدم کشتن غلط کردن. یه بچه توی اوکراین کشته میشد چیکار میکردن یادتونه؟ 100 برابرش الان تو فلسطین کشته شده. صداشون چرا در نمیاد؟ چشمای بچه‌ها آبی نیست؟ اینا رو خدا جلو چشم من و شما به عمد، حکمت خداست، ساری رو جاری میکنه تا حجت رو تمام کنه. باید جلو چشم همین مسلمونا، جلو چشم همین عربا، باید عربستان سعودی جشن سگ برگزار کنه.
اون طرف بچه‌ها باید پرپر شن. که مردم مسلمان از خودشون یه سوال بپرسن، بگن چرا یمنی‌ها و عراقی‌ها و لبنانی‌ها و ایرانی‌ها فقط دارن کمک میکنن؟ بگن بچه مشترک اینا چیه؟ عجب. پس یه فرقی هست. بله فرق هست. پس اون فرقی است که روی زمین علل ارض کور مادرزاد هم میتونه تشخیص بده. بله کور مادرزاد هم تشخیص میده، نه اون کسی که قلبش کوره. اینجا سنگر اصلیه. اینجا همون جاییه که اسرائیل‌ها میگن سر اختاپوس را باید زد. اول میگفتن مار، الان میگن اختاپوس. میگن چی؟ یعنی بازوهاش زیاد شده. امروز نمیدونن شمالو بپان لبنان، شرقشونو بپان عراق، جنوبو بپان غزه، یمن، نمیدونن چیکار باید بکنن. قاچاقچیای مواد مخدر مراکشی صادرات قاچاق مواد مخدر به اسرائیل رو قطع کردن. میگن اینا خیلی بیشرفن. قاچاقچی شرف داره با اون مسلمون بیشرفی که امروز سکوت کرده، با اون مفتی نفتی که داره توجیه میاره برای سکوت سعودی ها، توجیه میاره برای سکوت اماراتی ها، توجیه میاره برای سکوت اردنی ها و مصری ها. کافر فهمیده تو اروپا، این نمیفهمه. یعنی چرا؟ قرآن فرمود سوره یاسین. سوره یاسین همین روزا رو دیده، اینو گفته برای ما فرمود. فکر کردی قرآن فرمود مثل الذین حملوا التوراة ولم يحملوها كمثل الحمار، کسی که تورات حمل کنه بهش عمل نمیکنه مثل الاغه، فقط برای یهودیاست؟ نه خیر، مثل الذین حملوا القرآن ولم يحملوها كمثل الحمار. کسی که قرآن هم حمل کنه بهش عمل نکنه. قرآن به زبان مادریشون الان میخونن آیاتی که لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، که بیشک دشمنترین افراد نسبت به شما مؤمنان یهودیانن. فعلا مضارع استفاده کرده، یعنی همینه، مال گذشته نیست، همیشه همینه. لتجدن دو سه تا تاکید داره، لامش تاکید، نون مشدده ثقیلش تاکید، تای مضارعش هم تاکید استنباط میشه که یه روزی میفهمی دشمنترین افراد به شما اینا. اینو داره به زبون مادری میخونه. من اینجا دارم میگم بعد برای تو ترجمه کنم، اما به زبون مادریشه. فکر خدا با او چیکار خواهد کرد؟ وایستید ببینید. اینا رو به چشم سر خواهید دید. دنیایی در پیش روست که اتفاقاتی، من پارسال نگفتم، گفتم اتفاقاتی تو دنیا در پیش که اون چی که در ایران اتفاق افتاد فانتزی بیش نیست. فکر میکردید یا 20,000 تا بچه بکشن؟ فکر میکردید بیمارستان رو با بمب بزنن؟ فکر میکردید اینجوری حمام خون راه بیاندازن؟ وایستید. یا کجاشو دیدید؟ از این بدترش هم در راه است. اگر میبینید دور تا دورت آتشه، تو اینطور وایستادی، مردم دارن فوتبالشون رو نگاه میکنن. آمریکا پس بری شب دیگه تا مرحله جنگ با ما مثلا رفت دیگه. مردم انگار نه انگار اصلا تو محاسباتشون نبود. مثلا آمریکا صبح بلند شم مثلا کدوم کفشمو پام کنم، این شاید بود تو مخ طرف، همین نبود. آقا آمریکا هم بکد چی؟ ببین چرا؟ به خاطر اینکه امنیت داری و این امنیت رو مدیون اون 220,000 تا بچه‌ای که رفتن و یه دانشگاه ساختن. یه خروجی اون دانشگاه شد قاسم سلیمانی، یکی از خروجیاش. یکی شد مصطفی احمدی روشن، یکی شد حججی و فخری زاده و امثال. برای اینکه میترسن، میگن این خاک سلیمانی پروره. برای اینکه ضرب و شست شیعیان امیرالمومنین تو سوریه دیدن.
داعشیا که فرار میکردن، همه در جلوشون میترسیدن، داعشی آدم خور بودن اصلا. وقتی میخواستن بجنگن خودشون میگفتن اینجا رو ول کنید بیخیال شید، میگفتن این پشت خط شیعهان. از قدیم همین بود. مغول که حمله کرد، برادر من، خواهر من، صاف کرد، از شمال چین اومد تا بغداد رفت. یه جا اونجا گیر، یه جزیره بود، نتونست کاری بکنه. حکومت تشکیل دادن برای خودشون، کلی جنگیدن، سبزوار. گفت وقتش فرقشون چیه؟ به شیعه بودن. همین الان هم ببین. برای همینه که بشینی پاشی روزی 1000 بار تو هر نفس بگی الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین کمه. با افتخار دست داری بالا میگه ما حیدریم، ما امیر المؤمنینی هستیم. افتخار کنی به این حب، به این غیرت، به این تعصب، به این ارق، به این حس خوبی که وقتی نام مقدسشو میبری بهجت و سرور و غرور وجودتو میگیره. برادر مسئول من، خواهر مسئول من، تو وارث این خاکی، تو وارث این خونی، تو وارث این فرهنگی. 70,000 تا اگه ما مسئول داشته باشیم که نداریم، بعیده داشته باشیم، بابت هر صندلی 3 تا شهید دادیم حداقل. بچه‌ها رو اون زمان که راهیان نور می‌بردیم، یه منطقه‌ای داره اونجا تو شلمچه، خیلی شهید. بهشون گفتم، حالا یادم نیست اون موقع تعداد اینا رو تقسیم کرده بودم به متراژ اونجا، گفتم قبول هر شهیدی که رد کردیم واسه فاتحه بفرستیم تو اتوبوس؟ این دانشجو گفتن بله خیلی خوبه. گفتم بیخود حرف مفت نزنید، نمیتونید. گفتن چرا نمیتونی؟ گفتم زیاد میدن. گفتن قبول یه صلوات فقط بفرستیم؟ گفتن این دیگه میشه. گفتم الکی حرف مفت نزنید، نمیتونید. اینجا با دستم براشون رو زمین اینجا مربع کشیدم. گفتم اینجا رو میبینی؟ وجبم 21 سانته. قشنگ گرفتم گفتم اینجا رو میبینی؟ گفتم همینجا 30-40 تا شهید که یه نیم قدم توه. میتونی تو هر قدم 70-80 تا صلوات بفرستی؟ بچه مردم پرپر. همین شهید بهروز صبوری که فرمودن برادرمون، من خدمت والدهشون رسیدم. خیلی حرف 30 ساله اینجا بشقاب غذای خالی بذاری سر سفره، خیلیه. مادر شهیدی که رادیو روشن میذاش خبره، مادر شهیدی که از خونه نمیرفت بیرون، میرفت بیرون به همسایه کلید میداد، میگفت من پسرم برمیگرده. آدم دیوونه میشه. اینا ازت میگذرن، به امیر المؤمنین نمیگذرن. قرآن میفرماد یوم یفر المرء من اخیه، برادرشو طرف نمیشناسه، صاحبتهی، بنی، بچه‌شو نمیشناسه، زنشو نمیشناسه، شوهرشو نمیشناسه، تو رو میخواد بشناسه. اون دنیا ولد میکنن، او زجه بزنه بچهش بره پرپر بشه که تو بیا اینجا بخور را بندازی. بی تفاوت باشی نسبت به مسائل این کشور و مسائل مردم ما، اولویت ها رو جابجا بکنی. کشور ما امروز روی پیچ بزرگ، فکر کن آخرین پیچ گردنه باشه اینطور. و واقعا اینو میگم، نه این حرفای قشنگ که میزنه مثلا امید بدن به مردم، نه، چشممون داره قله رو میبینه. دیوارای تحریم ترک برداشته، دیگه نمیتونن بدون ایران باشن، نمیتونن. امروز دیگه آمریکا نمیتونه تمام توانشو بذاره روی ایران، اسرائیل نمیتونه تمام توانشو بذاره روی ایران. اسرائیل باید بره فلسطین رو جمع کنه. آمریکا مونده چین رو بپاد، اوکراین رو بپاد، برزیل رو بپاد. تیزی اینا گرفته شده. اونقدر بایدن باج داده که داد جمهوری خواه تو آمریکا در اومده. میگن چرا انقدر داره به ایران باج میده؟ برای چی؟ فکر خوشش میاد؟ نه، میدونه نمیتونه. سخت‌ترین عملیات‌های رسانه‌ای رو ما انجام شده. نتیجهش می‌بینی چی شده؟
اون چی که امروز مونده دیگه آرام آرام داره آب دیده میشه. چجوری با حمله نظامی یه کاری کردن و قدرت نظامی شدیم؟ درسته؟ امروز با این حملات رسانه‌ای هم دارن یه کاری میکنن مردم ما مقاوم دارن میشن در مقابل ویروس رسانه. من اینها رو دارم میبینم که امید دارم. مردم ما نه خیلی دور، نه خیلی دور، نزدیک انشاءالله ابرقدرتی کشورمون رو در منطقه و بعد از اون جزء کشورهای قدرتمند جهان رو به چشم خواهند دید. همین الانش بدون اذن ایران اتفاق تو منطقه نمیتونه بیفته. اما اینجا منظورم نظامی نیست، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای. چون تو این دل سختی ها ما آدم حسابی ها رو شناختیم. غربال شدن نخاله ها. پیگیر باشید. حداقل کاری که برای این ادامه راه شهدا میتونیم انجام بدیم. مادر بزرگواری که اینجا نشسته و عکس شهیدش تو بغلشه، تن آدم میلرزه. خدا شاهد. فرصت‌های فراوان. ما تازه تو ماجرای فلسطین فهمیدیم عجب فرصت‌های رسانه‌ای جهانی ما داشتیم، از دست دادیم تو این سالها. چقدر این دفاع از مظلوم ایران مشتری داره تو دنیا. خارجیایی که سلام فرمانده میخوندن ندیدید؟ چقدر امام زمان مشتری داره تو دنیا. چقدر کمکاری کردیم. چه فیلم هایی که باید ساخته میشده نساختیم. ترویج اسلام، تشیع، کمکاری کردیم. امروز مردم دنیا دارن دنبال ما میگردن، میگن ایرانی‌ها چرا به اینا کمک میکنن؟ دمشون گرم. این یمنی‌ها کیان دارن به اینا کمک میکنن؟ دمشون گرم. اینا خدا داره محقق میکنه جلو چشمون تا ما خودمون رو جمع کنیم. هیچ نترسید، شروع کنید مردم. شبهه هست، بلد نیستی جواب بدی، یکی دیگه جواب داده، کلیپشو بگی پخش کن بذار تو گروه خانوادگیت. این کاری که ازت برمیاد. دعوا نمیتونی بکنی، کد که میتونی نگه داری. کاری داره یه دکمه زدن بین الله. اما پیگیر باش. میدونی چرا تو جنگ نظامی حواسمون جمع میشه؟ چون دشمن رو میبینیم، چون صدای انفجار رو میشنویم، چون حرم گرما رو حس میکنیم. اما جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای اینجور نیست. بچه تو اتاق خوابیده، گوشی دستشه، مورد حمله است. لازم نیست بچت بره لب مرز کشته بشه. تازه کشته شدن که افتخاره. اونجا شهید میشه، مایه افتخار 100 نفرم نامش هدایت میکنه. اینجا بچت دست میره، تازه میشه، نمیمیره، میشه نیروی دشمن. 2 برابر ضرر میکنه. تو هر شهری بشینید، این فعالای فرهنگی دور هم جمع بشید، بگید امروز رایفی پور دعوت کردیم، هفته بعد فلانی دعوت میکنیم. نمیذاریم این جو شهر آروم آروم بخوابه. کلاس‌های مشاوره خانواده بگذارید. نذارید کانون خانواده از هم بپاشه. بابا تو کرونا دیدی که همه کلاس‌ها آنلاین برگزار میشد. معلوم نمیشه از همین ابزار استفاده کرد. خودتون کمک کنید مردم. ما مردم باید بلند شیم. مطالبه کنیم، آدم حسابی سر کار بیاریم، حرف اراجیف زدن خودمون بزنیم تو دهنشون. نذارید امر معروف نهی از منکر تو شهرتون بمیره. که از نظر من بزرگترین امر معروف و نهی از منکرها، امر معروف و نهی از منکر مسئولینه. الناس علی دین ملوکهم. مردم خودشونو شبیه مسئولینشون میکنن. مسئولین اشراف زده شدن که مردم هم همچین امیالی پیدا کردن، دنبال زرق و برق دنیا دارن میرن. اونا خودشونو درست کنن. مطالبه کنید. اینا برای این شهر میگم، برای شهر به شهر دارم میگم. اعضای محترم شورای شهر، نماینده های مجلس، شهردار، فرماندار، فلان،
ما مردم باید بخوایم آقا اینا لای مردم باید زندگی کنن، خونهشون تو منطقه عادی شهر باید باشه. یه شهری من رفته بودم، گفتن اینجا دزد زیاد داره جز این خیابون. گفتم چرا؟ گفت دادستان اینجا زندگی میکنه. گفت دزدا میگن ولش کن، نمیارزه اینجا بریم، شهر میشه. شهرک محلاتی تهران میره همه سردارن دیگه. یه سوپرمارکتی هم نشون، گفت اونو میبینی؟ گفت اونم سردار بازنشسته شد. دزد جرأت میکنه بره اونجا؟ هر کی میزنه بیرون 4 تا محافظ داره اسلحه بیخ کمرش. یه روز ما اونجا سخنرانی داشتیم، سخنرانی 10 سال پیش بود. بعد محرمانه بود. یعنی دعوتنامه ویژه فرستاده بودن. در مورد فرقه ها بود، مثل فیلم‌ها می‌خواستیم پخش کنیم، خب نمیشه اصلا پخش عمومی کرد. هنوزم نمیشه. بعد اینا وقتی اومدن به تعداد صندلی بود، من دیدم 40 50 نفر اون بغل وایسادن. گفتم آقا مگه قرار نبود مدعو خاص باشه؟ اونا که گفت نه خودی اونا محافظاشونن. حالا اگه همینا پخش میشدن چی میشد؟ امنیت نمیومد؟ هرچند ما واقعا کشور مشکل امنیت انصافا به اون معنی نداره. این کارا رو باید شروع کنیم خودمون. بذارید یه کاری بکنید اصلا برگردم میگم مردم ایران بیاد اینا یاد بگیرید. هر کدوم من و شما وندر عشیرتک الاقربین، از فامیلات شروع کن. با مهربونی، فحش دادن هیچی نگو. ولا یخافون لومة لائم، سرزنش کردن عیبی نداره. ببین سوالش چیه، برو بگرد پیدا کن، براش وقت بذار، بهش بگو. با مهربونی. میدونم تو مریضی، آزار داری، عقده‌ای هستی، این سوالا رو عمدن میپرسی، اینا نه. بگو عزیزم حق داری، منم خودم وقتی برام فرستادی دچار شبهه شدم. بیا رفتم گشتم برای خودم، گفتم برای تو هم بفرستم. 4 تا گل و قلب و این چیزا هم بفرستم. محرم نامحرم رعایت کن. به سادگی. مردم تشنه محبتن به خدا. همه شب خواهرشوهرت نبین. ببخشید سرتون درد آوردم. عذرخواهی میکنم. امیدوارم عرایزم مفید و فایده بوده باشه انشالله. خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان قرار بده. هممون پیش به سوی ایران قوی انشالله. صلوات نبی.